ارتش امریکا بعد از ظهر امروز چهارشنبه به وقت تهران موج تازه‌ای از حمله‌های خود به ایران را آغاز کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت در این حمله‌ها مرکزهای ذخیره‌سازی و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی و پایگاه‌های امریکا در کویت، بحرین و اردن موشک و پهپاد زد. بینندگان یک در سراسر جهان، سلام. به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم ها را بحث واکاوی بیشتر میگیرم. مهمان من در این برنامه دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل از لندن هستند. آقای فاطمی، بسیار ممنون که فرصت دادین. یک بار دیگر حمله های آمریکا بر ایران ادامه یافت. ایران هم گفت که خب پاسخ ما دندان شکن هست و سر فرصت پاسخ های ما را گاه و ناگاه دادیم و همچنان ادامه خواهد دادیم. فکر میکنین این حمله ها بیشتر دنبال کدام منفعت میگردن و چه منفعتی به طرف ها دارن واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما آقای شکوهمند و بیننده های تحلیل یک. به شما معلوم است که اشتباهی را که ایران انجام داد باعث ازی شد که این جنگ در گرفت و قضیه را به کلی به طرفی برد که تصورش ما شما نمی کردیم که به این طرف بره. چرا همگی فکر میکردن تفاهم نامه صورت گرفته، کشورهای جهان، کشورهایی که در خلیج فارس طرفدار ایران شده بودن، کشورهایی که مخالف بودن، اونا همچنان تماسایی را گرفته بودن و اما مسائل به نفع ایران در تمام شدن بود که انسان از اشتباه میکنه. اشتباه از اینا در این بود که ایران تصور کرد که جنگ برده و بلند پروازی را شروع کرد و این بلند پروازی باعث شد که اینا حمله کردن بالای حتی کشورهایی که حمله نکرده بودن به ایران. مثلا قطر حمله نکرده بود، هیئت قطر در تهران بود، نه حمله کردن. مثلا عمان حمله نکرده بود. از این بابت این یک سیگنال غلط فرستاد و امریکا از این موقع استفاده کرد. من قبل از برنامه شما برنامه الکساندر رای میشنیدم، بلاگر جرمنی، یعنی تحلیلگر مسائل سیاسی جرمنی است. او گفت که امریکا در طول همین جنگ و جنگایی که تازه شروع کرده حتی اسلحه اتمی را بالای ایران استعمال کرده و گفت که این خط سرخ وقت امریکایا کراس کردن اما تابال اقرار نکردن و ایرانی ها میره اعلان نکردن. در کجا به نظرتان استعمال کرده باشند که هیچ کسی دانش نکرده ندید؟ اونا او کلیپش هم نشان دادن، گفتن امو انفجار بزرگ یک چند وقت قبل ما شما دیده بودیم، یک دودی بسیار بلند شد در چیز که مچم تبریز بود، کجا بود. ما کلیپش ندارم، باز خدمتتان میفرستم شما ببینید که کدام منطقه است. اون دور نشان میتن اینا که اینی که است ای بم اتم است که استعمال شده و باز کلیپ خود دونالد ترامپ هم اندازه. آقای فاطمی، چقدر بمب اتم باید خساره کمی داشته باشه که اگر آمریکا و ایران بخواهد کتمان بکنن رسانه‌ای نشه و خیلی سر و صدا و پروپاگاند برپا نکنه و تنها با یک دود اکتفا بکنه؟ فکر میکنید ممکن هست استفاده کرده باشن؟ واقعا این گونه است؟ بله، خودشان میره توضیح میتن، میگن که بم اتمی است که چیز قوی نبوده، به طور چیز استعمال کردن، یعنی خط خود کراس کردن، دست به بم اتم زدن، مگر مقدارش کم استعمال کردن سرش و اما استعمال کردن. با زور توضیح میتن، بهتر است که بر شما روان کنم ببینن خودتان. او نشان میتن، تصویر بم اتم نشان میتن، صحبتای خود دونالد ترامپ که بعد از او کرده و در اونجا میگه که ما به ایران درس را دادیم که یادش باشه که دیگه این کار نکنه و این باز میگه که این مربوط به اینمی بم بود که میگه که ما درس به ایران دادیم که یادش باشه دیگه. از این بابت حتی اونا میگن که اینا بالا ایران این خطوط هم استعمال کردن و کامیاب نشدن و در این مرحله اینا کامیاب نمیشن مگر ایران امو روشی را که اختیار کرده او را تغییر بده. دومی است که ممکن اگر مردم روش خود تغییر نده، چرا که ترس پیدا شد که ایران ممکن بعد از کامیابی عکس العمل نشان بده به بسیار کشورها و اتم. از این بابت ممکن است که ایران به طرف اتمی شدن بره و در این بابت از NPT برای و بم اتم تشکیل بده. یعنی چقدر ممکن هست که آمریکایی ها یاد بتن یا ایرانی ها توانش چقدر دارن که واقعا این کار را بکنن؟ در چه مدت زمانی؟ ببینید، زمانی که اگر ایران تصمیم بگیره که بم اتم بسازه،
ضرورت به اجازه امریکا نداره. امریکا اگر به اجازه امریکا باشه خب باز نمیسازه. واکنش آمریکا چی میخوایم بپرسم که هست در واکنش اگر به مجرد ایران اعلان کنه که ما اتمی شدیم، واکنشی خواهد بود که کشتی‌هایشان عقب میره، حمله نمیکنن دیگه. اسرائیل دیگه حمله نمیکنه. ایرا با کلی تو نوشتگی دیگه بگیرن که اگر ایران اتم بسازد دیگه این جنگ متوقف میشه، حمله صورت نمیگیره، چرا خطر جنگ اتمی در پیش پس مرحله ساخت اتم جمهوری اسلامی چیست که اکنون رخ نمیکنن این کارا و استفاده نمیکنن؟ تا بال فتوام گرفته نشده و تا بال از NPT هم نبرآمدن. بله. درخواست صحبت بالای مسئله NPT در پارلمان ایران است و او را تصویب نکردن. حتما اینا که تصمیم گرفتن در یک روز پارلمان او را تصویب خواهد کرد. مجتبی خامنه‌ای اعلان از این خواهد کرد که ما فتوای خود گرفتیم، ایران ناچار است که برای دفاع خود به دست اتم دست بزنه و ساینسداناش در ظرف هفته یا چند ساعت میتونن به اتم تشکیل بدن و در این باره مشکلی هم ندارن، چرا که روسیه، چین و اینا ممکن با همکاری برسن و اینا همکاری کنن تا ایران از این بنبست بکشن. و فکر میکنین روسیه، چین، این کشورهای شرقی موافق هستند که جمهوری اسلامی با این ایدئولوژی که حالا داره به عنوان یک قدرت هسته‌ای مطرح شود، به خودشان روزگار یک چالش ایجاد نمیکنه؟ ببینن اونا موافق نیستن که ایران اتمی باشن، اما ایران متوجه باشن که اگه این جنگ دوام میکنه دو کشور زیاد ضرر میبینه، یکی روسیه یکی چین. چین هم آزرده است از عملی که ایران انجام داد. چرا چون میگن که ایران همی کار باید نمیکرد، جنگ باید بر خود تازه نمیکرد، مسئله تفاهمنامه به نفعش بود، او را باید به هر صورت به پیش میبرد و روسا در این بابت در خطر مواجه میشن که در اوکراین عمل بازی را اونا تغییر دادن، حملات بالای روسیه بیشتر شده، در عمق روسیه بیشتر شده. از این بابت اگر ایران هم تضعیف میشه فشار بالای روسیه بیشتر میه. اگر اونا بفهمن که اگر ایران به بم اتم نجات پیدا میکنه و دروازه تنگی هرمز باز میشه که چین پترول ببره و روسا محفوظ میشن از این که در جنگ اوکراین اونا مصروف هستن، در اینجا برش کدام جبهه دیگه جور نشه، دیگه در حالت مجبوریت اونا به ایران همکاری خواد کردن و اجازه خواد دادن که هر چیز زودتر بم اتم بسازه تا جنگ بالای از اونا سبکتر شود، بالای چین سبکتر شود، چرا که حال خطر زیادتر متوجه از اونا هم است. بسیار تشکر. در صحبت‌هایتان گفتین که ایران روش را تغییر داد، خود بزرگ بین شد و به کشتی ها به قطر و عمان حمله کرد. خب پیش زمینه این حمله هم به تنگه هرمز بود، به کشتی های عربستان و قطر در تنگه هرمز حمله شد. فکر میکنین چقدر ایران حق بجانب بود که در تنگه هرمز مانع تردد کشتی های شود که از مسیر جمهوری اسلامی نمیگذارند و همچنان در هماهنگی با جمهوری اسلامی نمیگذارند؟ به نظر من اول خب آبهای عمان مربوط عمان است، در اونجا باید ایران مداخله نکنه. این خودشان آمریکایی ها باز دور میزنن تنگه هرمز را دیگه. بخش شمالی تنگه هرمز که آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی میشه که مسیر تعیین شده از برای جمهوری اسلامی با کشتی ها، این طرف اگر از مسیر جنوبی بگذرن که من مشخصا اون نقشه را دیدم و تردد کشتی ها را بسیار دقیق تحقیق کردم، این است که اگر از بخش جنوبی بگذارن از مسیر عمان میگذارن، در هماهنگی با عمان دور زده میشه این اهرم فشار جمهوری اسلامی. قبلا از وسط میگذاشتن، اکنون اگر از جنوب بگذارن که دیگه معنایی نداره این اهرم فشاری که ایران از استفاده میکنه. کاملا دقیق گفتن. این ما بحث کردیم که اگر امریکایی چانس پیدا کنن که از آبهای تنگی عمان استفاده کنن، اونا استفاده مگم جواب می است که در آبهای عمان با عمان مقابله باید ایران نکنه. پایینتر در ایسی که بیرون از آبهای عمان است، در اینجا برش کشتی را استاد کنه و اجازه نده که از اونجا کشتی باید پیش نبه، خود با خود جلوش گرفته میشه، اما داخلی به جای صورت نمیگیره و هم جلوش هم گرفته میشه. برش میگه که من در آبهای تو غرض ندارم، تو آبهای خود کشتی را استاد میکنی، عبور و مرور میتی، اما وقتی که به تنگه هرمز داخل میشه در اونجا ایران کنترل در دست داره، باید حفظش کنه، حمله باید نکنه. کشورهایی که با ایران حمله نکرده باید حمله نکنه.
خلاص فرمول مینمیست که کشوری با تو حمله نکرد. کویت حمله کرده بود زدی، بسیار خوب کار کردی. بحرین حمله کرده بود زدی، بسیار خوب کار کردی. اما عمان حمله نکرده بود، قطر حمله نکرده بود و زدن کشتی قطر خود شما دیدین بعدا خود عباس عراقچی هم قبول کرد که اشتباه صورت گرفت، حالا چطور کنیم. پس ایران امریکا از اون موقع استفاده کردن و وارد جنگ شد آمد و کشورها به او اساس آزردام شدن. اگرچه که فعلا خود دونالد ترامپ اقرار کرد که اینا در ظرف 72 ساعت گذشته با ایران صحبت‌های بسیار طویل داشتن و در او صحبت‌ها به یک نتیجه هم رسیدن و 11 ساعت صحبت‌های مسلسل، مذاکرات مسلسل داشتن. تعجب آوری است که هیچ کدام از کشورهای بیرونی نه ایره رد کرد، نه تایید کرد و مداخله نکرده. یعنی روسیه در اون نبوده، چین نبوده، پاکستان نبوده، قطر نبوده، ترکیه نبوده، هیچ کسی نبوده. بنان معلوم میشه که ارتباطات مستقیم شده بین ایران و امریکا و 11 ساعت صحبت کردن. دونالد ترامپ میگه که در آخرین دقیقه ایران یک تقاضایی که برای ما قابل پذیرش نبود، تمام صحبت‌های 11 ساعته ما را زد و ما هم از مجلس گذاشتیم و دوباره به طرف جنگ آمدیم و در جنگ با صدمات سنگین را وارد کردن در بوشهر و در چاپهار و در تاسک و در کنرک و ابو موسی و بندر عباس ضربات سنگین را به ایران وارد آورد. حالا فکر میکنین این ضربه های سنگین چقدر میتونه بر موضع جمهوری اسلامی ایران تاثیر بگذاره و تغییر روی کرد در سیاست گذاری ها و پاسخ هایی که جمهوری اسلامی میتونه در این واکنش بر این حمله ها داشته باشه؟ تغییر رویکرد سیاسیش فکر نکنم که تغییر رویکرد سیاسی کنن، اما تغییر رویکرد نظامی اگر واقعا ضربات سنگین خورده باشه میآید. او به این منوال است که اگر امریکا واقعا تنگی هرمز در کنترل داشته باشه و ایران از صدمه رسانده باشه، با شما خواهد دیدین که امریکا به جزیره خارک میرسن و اگر امریکا به جزیره خارک نرسن و جلوش ایران گرفت، بفهمین که امریکا بلف کرده، دروغ گفته و ایران قوت خود از حفظ کرده، مثل که سابق تنگی هرمز حفظ کرده بودن، عالم حفظ میکنن و ایران امریکا را نمیگذارن که در تنگی هرمز اهرام فشار پس مرحله تنگی هرمز، تنگی باب المندب را چقدر ممکن است که استفاده بکنن؟ باب المندب با امکانات بسته شدن زیاده، چرا که اونا گفتن اگر در تنگی هرمز پول گرفته شده میتونه، کنترل شده میتونه. روسیا گفتن که ما چرا، اونا اگر جهان عرب پول میکنن 800 میلیارد تمه دارن، چون در اونجا کشتی های جهان غرب همگی میگذره، از کانال سوئیس میای و از باب المندب میگذره. اونا میگن چرا خیر ما جهان غرب پول نگیریم و پس اون پول در مملکت. اونا یعنی منطقشان خوب است، اونا میگن که تو از تنگی هرمز اگر به حساب شیر میدوشی، ما چرا از اینجا شیر بسیار تشکر، بسیار سپاسگزار، ممنون حضورتان در برنامه خبری تحلیلی امشب ما. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل از لندن. و ببینید های عزیز، هم به همین ترتیب رسیدیم به پایان تحلیل یک از یک. وقت بخیر، خدا نگهدار.